بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بزرگوار، چقدر عاشق امام زمانیم. عشق رو از امام رضا علیه السلام یاد بگیریم. یونس ابن عبدالرحمن میگه و کان یأمر الرضا. کان یأمر یعنی پیوسته. امام رضا پیوسته به ما سفارش میکردن. به تعبیری هر چه آقا رو میدیدیم به ما سفارش میکردن به دعا لصاحب الامر. دعا کنید برای صاحب زمان، برای امام عصر. خب امام رضا خودشون متنی رو دارند، امام جملاتی رو دارند که دعا در مفاتیح بعد از دعای عهد ذکر شده. دعای امام رضا در وصف حضرت حجت، دعایی که امام رضا پیوسته سفارش به خواندنش میکردن. چند بار این دعا رو خواندیم، چند بار جملات زیبای امام رو که معرف شخصیت حضرت حجته، وصف منتظران رو بیان میکنه، دغدغه ظهور رو در وجود ما جلوه میده. خدا کنه با این دعا انس بگیریم. خدا کنه سفارش امام. یک لحظه تصور کنید خدمت امامید، امام به شما سفارش میکنن، با دعا چگونه انس میگیرید؟ چند بار دعا رو میخوانید وقتی میگید امام به من گفتن؟ امام سفارش دائمشون به شاگردشون همین بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.